اگر این سابسکرایبر بتونه رونالدو رو تو مسابقه 1 به 1 ببره بهش $1,000,000 جایزه میدم. تو این ویدیو قرار بهترین، وای خدا، قوی ترین و سریع ترین ورزشکارای کل دنیا رو ببینین که با آدمای عادی رقابت میکنن. از تام بریدی شروع میکنیم. آماده ای حریفتو ببینی؟ آره بریم. قراره با جیک بازیکن فوتبال آمریکایی دبیرستانی رقابت کنی. نوبتی توپو به سمت بادکنک‌ها پرتاب میکنی. هر کس اول 4 تا رو به تر کنه $100,000 برنده میشه و چون تا 7 تا انگشتر سوپر بول داره که ثابت میکنم بهترین کوارتربک تاریخه. بادکنکشون یکم کمتر باد کردیم. جیک واسه که اول تو باید پرتاب کنی چون اون 7 تا انگشتر سوپر بول نداره. سعی کن بادکنک اول به تر کنی. اولین رقابت 1 به 1 شروع شد. پرتاب خوبی. نوبت تو تام. باشه بزن بریم. خیلی سری زد. حالا فاصله شد 18 متر. وای خدا، تو بادکنکو با 2 پرتاب. عالی بودی. اینجوری میزنه انگار آسان تامون دشمن نه دیگه تقسیم برانگیز بود. 18 متر که برای تام باید عادی باشه. نزد. چرا؟ خطا زد. به نظرم تقصیر بارونه. ای تو گفتی بارون بیا. نه ولی گفتم کل هفتگیه جیک بیاد که تشویقش کنن، کمک کنیم بریدر شکست بده. جیک زود باش جیک. جیک وای ای خوب بود. تام مطمئنم پرتاب دومت خطا نباید بره. پرتاب کن. خب حالا راحت زد. این میخوره، میدونم این میخوره. خوب بود جیک. یکم کم بود. خب تام تو هم تلاشتو بکن. اوضاع رفیقمون جیک خوب نیست. باید تمام تلاشتو بکنی پسر. یکی دیگه بزن کار تموم. میدونم. $100,000 رو میدیم خیریه. شما بهش اعتماد دارید؟ آره. هنوز نبرده. نوبت تام شد. 45 متر. خیلی دوره جیمی. دیگه پیر شده. جوابشو نمیدونی تو اینا. راستشو بخوای فکر میکردم بریدی که بهترین کوارتربک تاریخ این چالشو خیلی راحت تموم کنه، ولی ترکوندن بادکنکی تو فاصله 45 متری برای هیچ کوارتربکی با هیچ سطحی آسون نیست. جلوی این آدم خیلی فرصت نداره. ازشون استفاده کن. میدونم. نمیتونه. آره. تام داره هی نزدیک و نزدیکتر میشه. اگه بزنی تامو شکست بدی $100,000 میبری، اونم جلوی دوستات و 200 میلیون بیننده ویدیو. یک زود باش. آره. میزنه. بردن تام بریدی مبارکت باشه. $100,000 تام بردی. هنوز کلی ورزشکار خفن دیگه قراره بیاریم که یکیشون بهترین فوتبالیستیه که تاریخ این رشته به خودش دیده، کریستیانو رونالدو. ولی قبلش بیا این مسابقه یه آدم عادی رو با سریع‌ترین آدم جهان ببینیم. نوبل لایلز اینجا 3 بار قهرمان جهان شده و مدال طلای المپیک داره. الانم سریع‌ترین آدمی روی زمینه. هیچ کس توی سیاره نمیتونه مسابقه 1 به 1 رو جلوش برنده بشه و قراره بده $100,000 با جونا مسابقه بده. خیلی خوب دوستمه، چاق‌ترین آدم دنیا. اگه نووا ببره پولو میدم به خیریه، اگه جونا ببره میرسم به حساب خودش، ولی شانس برد جونا جلوی نووا تقریبا منفی 200%. برای همین میخوایم بهش آوانس بدیم. مسابقه امروز 200 متریه ولی جونا میتونه پول بده و مسابقه رو از جلوتر شروع کنه. به ازای هر 10 متری که از مسیرت کم کنی $10,000 از جایزت کم میکنی. مثلا فرض کنیم تو میخوای از اینجا شروع کنی. اینجا تو 10 متر جلوتر هستی. تو 5 ثانیه ازم رد میشه. باشه. نمیخوام. بریم بعدی. 80,000 تا چطوره؟ میبازم. اگه میخوای شانس برد داشته باشی باید تا اینجا بیای. 40,000 تا پول خوبیه. میتونی یه ماشین جدید بخری. باشه 40 خوبه. همینو بریم. نقطه شروع تو میشه دقیقاً اینجا 60 متر از نووا جلوتری و فرصت داری $40,000 برنده بشی. فکر کنم قبل از خط پایان از اونش بگیریم. چجوری باید وایسم؟ باید پاتو بذاری رو تخته. تقریبا نصف زمین فوتبال ازم جلوتره. احتمالاً مسابقه نزدیکتر از چیزی باشه که اکثرا فکر می‌کنم. خیلی خوب دوندا آماده هستین؟ ببینیم جونا میتونه سریع‌ترین مرد جهان رو شکست بده و $40,000 بگیره به جای خود. آماده؟ شروع کردن. جونا رفت. برو جونا برو. الان به هم میرسه. برو. آفرین. برو. الان به هم میرسه. خدایا. داره میاد. برو. بودو. الان به هم میرسه. بودو جونا. بودو.
وای داره مسخرش میکنه. خط پایان رو قدم زنان رد کرد. رقابت نفسگیری وای نبود. خدا، انگار با یوز پلنگ مسابقه دادن. حالا کل تو چقدر عرق کردی؟ یه بار دیگه. بابا میخواد پول بدیم به این خیریه. دستم نوار رو دوباره تو همین ویدیو برمیگردونیم تا با سریعترین استریمر دنیا آیشو اسپید مسابقه بده. ولی فعلا بریم سراغ بیسبال و برایس هارپر. برای رقابت 1-1 بعدی یکی از بهترین ضربه زن‌های کل سیاره رو آوردیم. بیگ جاستیس. چند وقت لیگ کوچیکشون رو وحشت زده کرده. امروز رقیب بیگ جاستیس کسی نیست جز یکی از بهترین ضربه زن‌های تاریخ بیسبال. وای خدا، وایسا، اصلا عادلانه نیست. من آماده. قدرت ضربه‌زنی افسانه برایس هارپر باعث شده بتونه بیشتر از 300 تا هوم ران ثبت کنه که براش 2 تا جایزه بهترین بازیکن فصل و 8 تا دعوت به آل استار و حتی جام دربی هوم ران به همراه داشت. چه خبر بچه‌ها؟ شما امروز قراره مسابقه دربی هوم ران رو 1-1 برگزار کنید. نه تو میتونی. آره، برای بیگ جاستیس نصف برایس هارپره. برای همین زمینش هم قرار نصف برایس هارپر باشه. بدبخت شدی. بریم شروع کنیم پسر بزرگ. مثل تمام مسابقه دیگه این ویدیو اگه بیگ جاستیس ببره $100,000 میریزیم به حسابش و اگه برایس هارپر ببره هم پول رو میدیم به هر خیریه‌ای که خودش بخواد. پس یه جورایی دلم میخواد برایس هارپر نه، ببره. جفتتون باید نهایت تلاشتون رو بکنید. این کارو به میکنی. کارتای پوکیمون فکر کنید. آره، قیافه بیگ جاستیس آخر مسابقه دیدن داره. آره، بیگ جاستیس هیچ شانسی نداره. خیلی میترسم. 10 تا ضربه داره. ببینیم چند تا هوم ران میزنه. او برو شبیه پایین. رنگی کمون شد. پایین. غیر ممکنه. اینه 0-1. اونم بی‌نقص نیست. او مال توه چنده؟ عمرن اونو بگیرم. خورد دیوار. آره. آیه $100,000 پول واسه. یا خدا. کنم هومران زد داده. نه. یکی از 3 سر کن بری رو انزاش. برو بالا. میخوره به فهم. بالا. آره. 30 سانتا هوم ران فاصله داره. او از زمین رفت بیرون داداش. خیلی خفم. بزن بره. تو از 6 اصلا از زمین لیگ کوچیک بیرون نرفت. تو خیلی خوبی برای. وایسا، این از استادیوم رفت بیرون. فکر کنم برای برایس باید استادیومای بزرگتری بسازه. تو میتونی. او، آره. 3-8. اگه فقط 3 تا یه بزنه. فرصت بده. جواب داد. الان میخوره به گیسا. یه هومران دیگه. خسته شده. ببینیم 5 از 10 میشه یا نه. او آره. من میتونم. رفی. خسته شدم دیگه. نوبت منه. داغونش شاید بیگ کن. جاستیس برایس هارپر رو شکست آره، بده. موافقم. بیگ جاستیس بین خودمون بمونه. داغونش کن. من یواشکی طرفدار تو. آره همینه. تو میتونی. آره. میدونی مشکلش چیه؟ شماره تو رو نداره. آخه فقط شما میدونی اشتباه بچه‌ای لباسه. 8 هوم ران. بیگ جاستیس بومو نشونتون میده. تو میخوایم. آماده ای؟ زود باش پسر. آره 1-1. عالی بود پسر. آره. 4 بار دیگه همین کارو بکن. آره 1-0. ولی مثلا موشک زدی ها. نزدیک بود. خوبه. اشکالی نداره. زود باش تو میتونی. آره هومران بود. آفرین بود. همینه پسر. زود باش. 3 تا دیگه بزنه میره. بیگ جاستیس ایمان داره. سر خودمی. اسم رو رفتی. آره آفرین خودشه. زود باش. 2 تا دیگه به سر برده. تو میتونی. زود باش پسر. 3-6. تمومش کن. 3-7. آره همینه. چیزی هست بخوای به پسرت بگی؟ فقط میگم بیگ جاستیس فیلتر کنه. بوم. زود باش پسر. بوم جواب داده. آره جواب داد. بوم نشون بده پسر. بهترین لحظه خیلی خوب، عمرمه. 2 تا ضربه دیگه مونده. یکیشو رد کنی برنده خواهی شد. تو میتونی. زود باش پسر. آره. یکی دیگه. همینجا تمومش کن عزیزم. آفرین. آره برو هومران پسر. آفرین.
چرا داری بیسا رو میره؟ آره برو برایس هارپر رو شکست زدی. آفرین پسر. میدونستم تا از رنگی داریم واقعا ترسیدم. تو ترسیدی؟ آره آخه نگاش کن. خیلی خوشحالم. معرکه بود ولی هنوز صبر کنید تا رقابت 1-1 رونالدو با یه آدم عادی رو ببینین. قبلش ببینیم یه بازیکن آماتور گلف در برابر یه حرفه‌ای چی کار میکنه. سمت چپ من برایسون دیشامبو وایساده که 2 بار قهرمان مسابقات بزرگ گلف شده و سمت راستم آرون وایساده. واضحه که میتونم راحت بگم برایسون تو گلف بازیکن بهتریه. برای همین سوراخ تو 50 برابر اونه. $100,000 پول وسط. اگه ببری پولو فردا میریسیم به حسابت. اگه تو ببریم پولو میدم به هر خیلیه که تو ببری. من تو این سوراخ جا میشم. خیلی بزرگه. فاصله تا سوراخ 330 یارده. به نظر چند تا ضربه لازمه تا توپت بره تو سوراخ؟ 4. میگی 4 تا؟ شایدم 3. میخوای با ضربه اول بندازیش داخل؟ میتونی؟ آره میندازمش تو سوراخ بدون پرت. خب اصلا بگو چجوری میشه؟ ژنتیک؟ خب ببینیم چی میشه. $100,000 پول وسطه. آماده بودی بزن. بزن بریم برایسون. باشه. واقعا خوب بود. تحت تاثیر قرار گرفتم از اینکه ننداختیش تو آب. تاثیر برانگیز بود. وای خدا زود باش دیگه. ببینم چی کار میکنی. چوبتو تکون بده دیگه. خب بزن. ضربه بزن. فکر کنم خیلی رد شد. بازیکن گلف زمین. اصلا نفهمیدم کجا رفت. دستش شد افتاده تو آب. تحسین برانگیز بود. سوراخ اون طرفه ولی توپ رفت اون طرف. ضربه اولت از 1 تا 10 چند؟ اصلا خوب نبود. خب توپ تو دقیقاً اینجاست. مطمئنی چون آبی هستش. می‌بینین که الان توپش روبروی سوراخ. اگه برایسون انداخته باشدش تو آب یعنی من از اون بهترم. برایسون توپش پیدا کنه. اینکه برایسون میتونه توپو محکم‌تر بزنه همیشه اتفاق خوبی نیست. قبل از اینکه آرون ضربه بزنه ببینیم برایسون به خاطر فاصله جریمه میشه یا نه. داریم دنبال توپش می‌گردیم. نزدیک سوراخ شدیم. مثلا باید توی سبزها باشه. بعید نباشه. حالا می‌بینی. اصلا اوضاع خوب نیست بچه‌ها. آره منم پیداش نمی‌کنم. نه. توپ رفته توی آب. برای همین وقتی توپ برایسون رو دوباره بزنیم تو زمین گلف براش ضربه دوم محسوب میشه. یعنی ضربه بعدی میشه سومی. خب آرون ببینم چند مرده. از نظر فنی میتونه همین الان توپو بندازه تو سوراخ و 100,000 تا ببره. ضربه سرنوشت سازیه. کجا رفت؟ دقیقاً کنار سوراخ. خیلی خوب بره. باورم نمیشه. غیر ممکنه. دقیقاً کنار توپ توه. شوخیت گرفته. چقدر احتمال داشت اینقدر نزدیک بیفته؟ به خاطر بازی اونو بازی من احتمالش خیلی کم. عجب. لازم این تعریف رو جدی گفتم. اولین تعریف امروز. از برنامه یاهو اسپورت استفاده کردی؟ آره برای فوتبال فانتزی. آره دقیقاً. خب یه بازی جدید به اسم دیلی دراپ باشه که می‌خوایم اینجا معرفیش کنیم. جیمی واقعا داره تبلیغ میکنه تو این لحظه حساس. ضربه مهمیه. برای همین وقتی داره ضربه میزنه میخوام راجع به یه بازی کاملا جدید تو یاهو اسپورت صحبت کنم. وای خیلی برنزن. اینجاست چیزی به سبز نمونده. خیلی نزدیکه. میتونم ببینمش چون آبیه. از ضربت راضی بودی؟ فقط کافیه یه حرکت برایسونی بزنه و پاتو از دست بده که من برنده شم. عجب. مشکلی نیست. نه بابا. دیلی دراپ یه بازی رایگانی که تو یاهو اسپورت میتونیم بازی کنیم. وای چه ضربه محشری استثنایی بود. خیلی خوب زد. خیلی خوبه. چقدر نزدیک شد. تو دیلی دراپ کارت رو میگیرید و میتونید باهاشون نتیجه بازی‌ها رو پیش بینی کنید. اگه درست پیش بینی کنی ممکنه برنده بشی. خیلی خوب باید ضربه میزنی. منتظر توییم. اگه تو 100 بار این ضربه رو بزنی هر 100 تاش میره. خیلی خوب باشه. آره. کل زندگی تو رو به این لحظه رسونده. میتونی با این پات $100,000 جایزه بگیری. وای خدایی من گیر کرد به چمنا. فکر کنم خجالت آورتنی چیزی بود که توی تمام عمرم دیدم. حالشو درک میکنن. آره چی شد داداش؟ میخواستم به خیریه کمک کنم. معلومه. قبل از اینکه ضربه آخر رو ببینیم سریع روی لینک توضیحات کلیک کنید تا یاهو اسپورت دانلود بشه، چون قراره به کسایی که کارت مصر 20 رو توی پکای دیلی دراپ بگیرن $100,000 پول بدیم. یعنی 10 روز روزی $10,000 پول میدیم. از 20 دسامبر شروع میشه. اگه توی یادآوری بازی هم ثبت نام کنیم ممکنه یه سفر یه روزه برای دیدن من و بچه‌ها برنده بشید و با همون سر صحنه سلفی بگیرید. شوخیت گرفته. اینو باید میزدی برایسون. فکر کنم تشویق لازمی. همسرت رو دعوت کردی. از اون پشت داشتم نگات میکردم. آره بهش بگو اگه به بازی مهم نیست. نمیتونم اینو بگم. قلبم داره منفجر میشه. نهایت تلاش تمامش کردی. برکت بزن ببینم برایسون. اگه خطا بزنی کل اینستاگرام با کلیپش پر میشه. خیلی خوب آخرش مساوی شده. برای همین توپا رو برگردیم.
الان تو باید از اونجا بزنی. باشه. یا خدا دورتر شد. خوبه بریم خوش بگذرونیم. برای از بین بردن مساوی لحظه سرنوشت ساز. وای نه. مراقب باش. وای نه. افتاد تو آب. زنم داره میخنده، صداشو میشنوم، این دردناک‌تر. تلاششو کرد، بریم کارو تموم. چه ضربه خوبی بود. اومد توی سبز. الان توپ انداخت تو آب. ما میذاریمش اینجا. یه ضربه حسابشه. برگرده پیش بازیکن حرفه‌ای. باید تمومش کنم. خوبه. خدای من نرفت تو، اومد سمت من. یه شانس دیگه داری داداش، یه شانس دیگه. این یارو شکست نمیخوره. برای $100,000. به نظرم خوب بود. نه خوب نیست. آره از بالای سر بود. متنفرم. اگه برایسون اینا دست بده یه شانس دیگه. ضربه آخر. دستم رو باید یه چیز میگم خوشحال بشی. مثلا چی؟ مثلا مشهورترین آدمی که تا حالا باش ویدیو ضبط کردم. ولی قبل از اینکه بریم پیش رونالدو باید دوباره برگردیم زمینه مسابقه، چون میخوام به یه نفر دیگه فرصت بدم نووا نایلز رو شکست بده. یه نفر مشهور تو ذهنم بود. بچه‌ها چرا مستر بیست رو به زنگ میزنه؟ کی میدونه؟ سلام اسپید. ببین کی اینجاست. نوا با هم مسابقه بده. میخوای ببازی رفیق؟ همین الان استریمو قطع میکنم، با ماشین میام اونجا تا با هم مسابقه نمیشه. ولی اسپید واقعا اومد با نووا مسابقه بده. آماده ای پسر؟ لحظه واسه من ساخته شدم. میدونی اسم من اسپیده نه؟ خودت این اسم رو انتخاب کردی ولی با این بار اسپید که میتونیم بگیم سریعترین تولید کننده محتوای جهانه، فکر میکنه میتونه سریعترین مرد جهانو شکست بده. میخوام قهرمانیشو بگیرم. بقیه المپیکی هم همینو میگن. میدونمش پسر. آره اگه دوباره ببری $100,000 دیگه میدی به خیلیان. اگه اسپید ببرم $100,000 میدی به یک از طرف. بعد از دومین قدم پاک ناامید میشی و دلت میخواد مسابقه رو تموم کنی، ولی مسابقه رو تموم نکن. اسم من اسپید برندی. قراره امروز حسابی شوکه بشی. خیلی خب این مسابقه 5 متریه. اگه اسپید یه جوری بتونه برنده بشه عملاً میشه سریعترین آدم جهان. بچه‌ها جفتتون آماده هستین؟ بزن بریم. اینو داشته باش. حالا بزن بریم. به جای خود آماده؟ دارن میرن. اسپید جلو افتاده. اسپید واقعا جلوتره. اسپید میتونه ببره. واقعا ممکنه ببره. رقابت خیلی نزدیکه. مساوی شدیم. بریم ویدیو رو مساوی شدیم. میرم پولمو بگیرم. براتون دوربین فوق صحنه آهسته رو آوردم. میخوایم ببینیم؟ من که نمیخوام ببینم. داداش مساوی شد. پس چرا نبار منه؟ چون عرق کردی و چسب. خب تو هم عرق کردی. این $100,000 رو به کدوم خیریه اهدا کنیم؟ دوست دارم بدمش به اسپید، ولی بچه‌ای که براشون کار می‌کنن بیشتر. خدای من قبل از اینکه بریم پیش رونالدو تا آخرین مسابقه 1-1 رو برگزار کنیم باید بهتون بگم روز 19 دسامبر قرار بزرگترین مسابقه ریالیتی تاریخ رو منتشر کنیم. تمام 10 قسمت محشرش هم روی پرایم ویدیو به کل جهان عرضه میشن. این برنامه شوکه کننده ترین محتوای تاریخ تلویزیون رو به تصویر میکشه. بعدا بیشتر راجبش توضیح میدم، چون الان بالاخره وقت شده که بزرگترین مهمون تاریخ کانال رو ببینیم. کریستیانو رونالدو. برای $1,000,000 خالد قراره 1-1 با پدیده فوق‌العاده فوتبال کریستیانو رونالدو رقابت کنه. بین تو و این $1,000,000 توی حساب بانکیت فقط رونالدو وایستاده. لباس شانسمو پوشیدم، مال مستر بیسته. اون بزرگترین طرفدار منه. اون بزرگترین طرفدار. نه من بزرگترین طرفدار. تو می‌زنی استرس داری؟ داداش تمرکز کن. جایزه خیلی بزرگیه. قوانین مسابقه ساده‌ان. جفتتون قرار به سمت اهداف توی دروازه شوت بزنید. اولین نفری که 3 هدفو بزنه برنده میشه. اگه خالد بتونه یه جوری رونالدو رو شکست بده $1,000,000 بهش خواهیم داد. میشه همینجوری ببرم؟ نه اول شکستش بدی. به نظر چقدر احتمال داره بتونی رونالدو رو شکست بدی؟ به نظر 50-50. باش موافقی؟ از اعتماد به نفسش خوشم. باشه آره هر موقع آماده بودی شروع کن. 100 میلیون نفر دارن نگاه میکنن. اوه خیلی خوب. به هدف نخور. رونالدو نوبت توه. باشه شروع کنیم. هیچ کدوم به هدف نزدن. هیچ کدوم نزدن. فکر کنم این تنواری بود که تا آخر ویدیو قرار شانس بیاری. این شاید آخرین فرصتت برای جلو افتادن باشه. عالی بود. عالی بود. ببخشید
ببخشید رونالدو، تو الان داری رونالدو رو شکست میدی. ولی 2 تا دیگه لازم داری. آره خیلی سخته. نه سخت نیست، باید برنده شی. خب ببینیم چرا تو بهترین تاری. خالد ممکنه میلیونر بشی. 2 تا دیگه چه خبره؟ خیلی خب حالا رونالدو فرصت داره که مساوی کنه. ببینیم به هدف میزنه یا خالد دیگه خراب نکن. خالد این توپو میزنی به هدف. آره توپ سرنوشت سازیه. بهت ایمان دارم. فکر کنم رونالدو میخواد من $1 میلیون از دست بدم. خیلی خب ببینیم چه میکنی خالد. وای خدا با اینکه باور نکردنی، ولی خالد الان 2 امتیاز جلوتره. یعنی رونالدو برای برنده شدن باید هر 3 هدفی که مونده رو بزنه قبل از اینکه خالد حتی یکیشو بزنه. به نظرت میتونی این 3 تا رو پشت سر هم بزنی؟ راستشو بگم نه واقعا خیلی خوب باشه. ممکنه بزرگترین کامبک تاریخ شروع بشه. نگاه کنین. وای خدا میتونی تمومش کنی. واقعا میتونی برنده بشی. خالد تو الان فرصت داری $1 میلیون برنده بشی. زندگی تو برای همیشه تغییر بدی. خالد میدونم که میتونی. ممنون. بهش فضا بدین. بجام خالد. بهت افتخار میکنم. بیا $1 میلیون بردی. هی رونالدو میشه بگی سابسکرایب؟ آره هر کی رونالدو رو فالو میکنه کانال مستر بیست رو هم سابسکرایب کنه. منظورم این نبود، ولی همینم خوبه. ویدیو رو قطع کنین. روز 19 دسامبر رسما بیست گیمزی که منتظرش بودین توی پرایم ویدیو منتشر میکنم. 1000 تا شرکت کننده جمع کردم تا برای یک جایزه $5 میلیون مسابقه بدن. این بزرگترین جایزه نقد تاریخ برنامه‌های سرگرمیه. 10 قسمت شلوغ بلوغ داری پر از خیانت با خفن‌ترین لحظاتی که ضبط شدن. باید خودتون ببینید چی میشه. تک تک قسمت‌ها 1000 برابر از هر کاری که قبلا کردم بهترن. توی تقویم 19 دسامبر رو علامت بزنید. نباید از دستش بدین.